در شهر گلستان ولایت سوخت سمینار آموزشی فدراسیون فوتبال کشور برای مربیان فوتبال که برای دریافت شهادتنامه ب گذرانیده شد به انجام رسید. مورد به ذکر است که این چهاربینی آموزشی در دو مرحله از 19 تا 28 اپریل و از 20 تا 27 می جریان گرفت. در این سمینار آموزشی 24 نفر مربی فوتبال از منطقه‌های گوناگون کشور اشتراک نموده دانش و ملکه مهارت خود را بلند برداشتند. با این مربیان کارشناسان پرتجربه فدراسیون فوتبال تاجیکستان بایر اگامبردیف، اسرار شورجبوف و شرف دادوماتوف هم به طرز عملی و هم به طور نظریوی نازکی‌های فوتبال را آموزانیدند. شهادتنامه ب الکی برای این مربیان راحت می‌تواند که آنها می‌توانند در دسته‌های لیگ یکم همچون سرمربی در یاردمچی در دسته‌های لیگ عالی و اون نفرانی که در مکتب‌های ورزشی فعالیت می‌کنند می‌توانند فعالیت خود را برند. مربیان فوتبال از چنین توجه و دستگیری‌های فدراسیون فوتبال کشور اظهار سپاس نموده ابراز داشتند که من بعد آن چیزی را که در این سمینار آموختند به شاگردان خود یاد می‌دهند و برای رشد و عمومیت فوتبال در تاجیکستان سهم می‌گذارند. اشتراکچیان سمینار با شهادتنامه اشتراک قدردانی کرده شدند و روزهای نزدیک صاحب سرتیفیکاتی ب خواهند شد.